های چی بود؟ غولک زرین؟ غولک زرین یک بال چی ده؟ خوالینگ ده؟ بالجمون ده دخل میشن یا؟ این طرفی ناحیه بالجان دوستان گرامی دهه غولک زرین اگر خطا نکنم برادرها ای بود هواش نمیگه که ای زیباگی و ای هوای توزه میوگی حالا هم هست دلونا نو پختن ای باور که حالتهای ترقی کرده در پیش بود هوای وطن هیچی این دهه را دهه اولی چادره میگن دوستان گرامی این را هستیم با دهه اولی چادره خود هوای خوب داره
به شما میواسطه دیدم که اون میوه 5 تا سرو میگه شما میگه میواسطه ببرو قدرم رمضان شب بود این کلاق چه بود یزنه؟ او داره کنارا اینجا یک جا اصل خری اومدیم باید میبینیم که اصل چند سینه در اینجا اصل توزه یک قطعه یکی زنبوروی اصل در اینجا اصل میکنه هم خیلی اونای زنبورو با قولی اومدیم متاسفانه فروخته اینو که دلشون نمیکشه فروختنده اومان که نیفتیم حجرسته خب باز با روان کردن یک خونه دیگه میریم که نصیب باشه جمعیت
یا خونه دیگه گفتن که این همه پایان کوچه ده خونش خونه اصل فروش این پایان کوچهش یک کوچهش نه 1 کیلومتر رفتیم ولی هم بود نشده هم خونه اصل دور من همی بودسته و اینه نکنیسته یافتیمش که حاجی با اصل دوره یکی نه پیشنهاد خراب میگیره در کامپیوتر میکنه ولی نغمش میکنم ستارموش نه خب تو برای وارد مگه میتونم پاس ولی بر ساکن چیه خراب میگیره در کامپیوتر میکنه